سلام سلام دوستای عزیز و نازنین. خدا کنه کلگیشیم همراه فامیل نازنین خود جور باشین، سلامت باشین. از هر جایی که بیننده از این ویدیوی از ما هستین بلده تک تک شیم آرزوی سلامتی منم. خدا کنه که همراه فامیل نازنین خود همیشه خوش و خوشحال در هر جایی که هستید تندرست و سالم باشید. دیگه مهم از همه چیز که است همی سلامتی است. همیشه آدم باید اولین خواست دادم از خدای پاک همی سلامتی باشه. سلامتی که بود دیگه بقیه کارا بقیه زندگی به رونق پیش مره و خوبی پیش مره. دیگه از یاد روی نشنه دوستای عزیز، کلگیشون را باز دوباره در این ویدیوی خوش آمدید میگیم. خدا کنه که همین قسم که ما را از این پیش حمایت کردین و بیننده بودین و از این به بعد منتظر حمایت شما هستم و شما ما را همین قسم حمایت کنید. دیگه دوستا و بیننده های عزیزی که نو به چینل پیوسته اونا را هم خوش آمدید میگیم. بیننده های عزیز و نازنین، قسمی که شما در تصویر بیننده هستین ویدیوی سمبوسه هسته. خدا کنه که تا این مرحله را رمضان را به خوبی و خوشی سپری کرده باشین. رمضان خوب و خوش میخوایم. دعای کلگی شما طاعت و عبادات شیم قبول درگاه حق باشد. امروز ما یک سمبوسه خانگی امتر سمبوسه کچالو و سبزی آماده کردم. خیلی ساده و راحت آسان. دیگه بلده ماه رمضان خیلی مفید است چون غذایی که یک غذای سبک و همینطور یک خوشمزه است. دیگه گفتم امروز امی ویدیو اخرا بازم دوباره همراه شما نازنینا شریک کنم. اگر شما خواستین امی طریقی مرا بلده آماده کردین که اونه آماده کن، اگر نخواستین طریقی خود که آماده کردین هم میتونید آماده کنید. ما را تا آخر ویدیو دوستای عزیز بیننده باشید. به حمایت تک تک شما نازنینا نیاز دارم. خدا کنه که مثل همیشه ما را حمایت کنید. بازم تشکری منم از شما که ما را همیشه تحمل منید و ما از این دریچه همیشه مهمان شما نازنینا هستم. ولی ما در اینجا آرژ انداختم. حالی بلیزی میخواییم که روغن بندازم قدر دلخواسته دیگه، همون قدر که خودتون خوش داشتین. یک ذره ما روغن بندازم بلیزی، بخاطر از اینکه آرچ خیلی نرم روغن که باشد همراهش دیگه باز ما جور کدونی سمبوسه یا مو هموار کدون چی آسان و راحت است. الان تازه همیش فرق نمونه، مگر اگر روغن بندازی باز خمیرش نرم میه. نمک قدر ضرورت میندازم. یک ذره زیره میندازم. خیلی خوشمزه منه، خوب میاد. اینجا خمیر مایش رو میندازم. گاهی موقعی که است سیادانه میندازم. دیگه امروز نیشی سیادانه نمیندازم، کنجید میندازم. برای کنجید قدر دلخواه ما اینجی پودر میندازم. شما خوش داشتید بندازید، خوش نداشتید سلیقه‌ای است دیگه فرق نمونه. اون قسم که خوش داشتید مثلا ما دائما می قسمی که جونم خیلی یک مزه‌دار سمبوسه میاد دیگه. دوستای عزیز که یادم سر خوش کنم مکمونو که بخیر خمرش ندیگه میلو کم روغن میندازم. زیاد روغن نمیندازم از خاطر که خودش شاید داخل روغن باز خودش نه روغن کش نکنه، از خاطر زیاد روغن نیم. ما در اینجی ولی زیره رو میندازم. تخم گشنیز میندازم. این رو میتونی یک سرخ منم که بویشی بروشه. حالا زردچوبه، مرج سیاه، مرج سرخ،
گرم مساله گوش کم کنم که گرم ندید. یک قاشق غذاخوری دیگه سیر، یک قاشق غذاخوری ادرک، یک دانه پیاز نگینی خود کنم، قدر ضرورت نمک، یک دانه مرچ تند و تیز، تمام مسالهش را یعنی تفت میدیم. كل از این مواد را فقط مثل یک چند پالو دادم ولی ما مکر را میندازم. ما در اینجا یک 3 دانه کچالو آبجوش کردم. حالا 3 کچالو را خود کردم. این اضافه کنم. یک پالو بدیم. ما گاز را کم کردم که مواد در نخوره. پیاز قنجره مساله شه ولی یک ذره زیاد مونده زیرش گاز را. دوستای عزیز ما در اینجا بگاه خواستم که یک سمبوسه تیار کنم. همین قسم همین طریقه هم رویشی که خود مامادانم گفتم این نظرات را همراه شما هم شریک کنم. شما سهل کردین توخ کردین اگر خوش نماد شما هم تیار کن. به خاطر که ماه رمضان است دیگه آدم خوش را که جور کنه آماده کنه. شما اگر خواستین بلیخ جور کردین تیار کردین کوشش کن که اول آدم همیشه قبل از افطاری غذای سرخیده بخورید باید میرزو یک جز بخورید دیگه. مثلا نوشی فرق منه هر کس که چیز خوش داره جزی میوه باشد جزی چی خوش دارین کیله هر چی جور نید دیگه اول خو یک جز آمده کن در اول در افطاری بعد ازو. اگر آدم اول دفعه غذای سرخیده این ترک چیزا رو بخوره باز از اشتیامون نگرچن دیگه جاهایی که گرم است کشورای گرم است خو 100% هم رقم کشورایی که یخ باشد شاید اونقدر اثرگذار نباشد یا تاثیرگذار نباشد دیگه. شما هم امی ویدیوز ما رو که سیل کردین توخ کردین نظرات از خود خود از ما شریک کن. شما بلده خود تیار کردین خوش مواد ویدیو این رسیل کردین دیگه شما قسمی جور کن آماده کن که خوشمزه باید. ما یک نیش پیاز داشتم میره اضافه منم خیلی کم شیبیدم است چون گشنیز نبود ما شیبید گرفتم. اینجا یک تفت بدی خاطر که آخر دفعه انداختم که رنگش همونطور خوب تر و تازه من رنگی نیش پیاز و شیبیدین یا گشنیز اضافه کنید در چی خواستین دیگه شما دیگه خوشمزه میاد. ولی گوشت را یک ذره زیاد بونم اینجا به خاطر که اول خیلی کمش دادم گوشت را
قسم کشم خودان چه من در تصویرش مونید خیلی یک رنگی بود که خیلی متو خوشمزه و قشنگ معلوم میشه دیگه. حالی هم در اینجا ما یک دو قاشق آب لیمو گرفتم میره بلا سرش اضافه کنم. دوستان عزیز ما نیم دل مرچ دلمه‌ای من انداخته بودم و چی در دیار کات نشده دیگه. ما خودم زیاد خوش دارم مرچ دلمه‌ای را دیگه خوشمزه هم منه، یعنی زرد رنگش را انداختم. شما اگر خوش داشتین انداختین خوشمزه منه دیگه. این را فقط یک دو دقیقه یک دقیقه تفت میدیم که مواد کلابیشی با هم مترمزه دیگه شی میکس شده دیگه. باز این را یک طرفه میلم مورم آرچ را جولونم تا یخ میشه و باز آرچ را جولونم و زوله شده دیگه خلاصه. بسم الله. ارجع وتشميها. واو چه مزه‌دار. دوستای عزیزی هم نتیجه داخل ایر فرایر شما اگر علاقمند بدید خوش داشتید دیگه ضرور بلدیق تهیه کن. داخل از خیلی خوبشم پخته کده. این قسمی که شما وشمانید پخته شده دیگه. دوستا و بیننده هایی که ما را حمایت منه و این ویدیوی از مرا وش منه تشکر یک جهان از کلگیشیم دیگه. دوستای نازنین حمایت خرا از ما دریغ نکید. خدا کنه که تا پایان ویدیو همراه از ما باشید و این ویدیو بلدشیم خوشایند باشد و شما هم لذت ببرین. عزیز نازنین اینی قاب سفید که است داخلی ایر فرایر پخته کردم که شما خود گنجی میتونید که از طریق از این ویدیو یا تصویر تفاوتش را بفهمید دیگه. چیزی تفاوت دیده نمیشه. خیلی هم خوبش پخته کرده داخلی هواپز یا ایر فرایر و ایش هم داخلی روغن سرخ کردم. از روغن هم قسم فهمیده میشه دیگه. این حالی تفاوتش دیگه شما خود اونجیم تفکیک کن فرقش بگیرین دیگه. اینی هم سر نماز شام شده نزدیک افطار است دیگه. ما سمبوسه ما پخته شده آماده شده. قسمی که شما هم در تصویر روش منید کلی چیز آماده خوردن شده دیگه. جای کلگی شما عزیزا و نازنینا خالی است. بیننده های عزیز شما را به لای پاک میسپارم. عزیز یا دیگه وقتشم نمیگرم. خدا کنه که در هر جایی که هستین همون تا خوب و خوش سلامت باشین. اگر از هر جایی که ما بیننده هستین بلدشم شو است شوشم بخیر یا روز است روشم بخیر. تا ویدیوی بعدی کلگیشم را به لای پاک میسپارم. خدا حافظ دوستای عزیز و نازنین.